اگر یک نفر یا چند نفری هستن که به شما آسیب عاطفی زدن، شما رو رنجوندن، شما رو دلخور کردن، آسیب عاطفی از همه سنگین‌تره، چون بیکاری، بیپولی، بی همه آدم یه خاکی تو سرمون می‌کنیم بالاخره. ولی شکست عاطفی وقتی هست فلج میکنه انسانو، چون نیاز اول انسان نیاز به عشق، مهر، توجه. اون اگه نباشه زمینگیر میکنه آدمو، مرد و زن هم نداره. اون لحظه ای که همه تو قلب شما هستن، از شما میخوایم حالا بین این 8 میلیارد نفر که قلب شما مثل خورشید به همه تابش داره، یک نقطه ناچیز هست، یه نفر که شما رو رنجونده، زوم کنید روشون رو، بیارید جلو و قلبتون رو باز نگه دارید. حتی اگه مغزتون و منطقتون و عقلتون میگه این یکی نه، این یکی نه، بذارید این تابش اتفاق بیفته. قلب برای اینکه بتونه با تمام پتانسیل کار کنه، گیر و گرفتی نباید داشته باشه، گره نباید داشته، این با باز باید باشه. اگه برای همه جا هست ولی اسم یه نفر که میاد این بسته میشه، یه اشکال اینجاست، این اشکال داره. الان یه گیر و گرفتی اینجا هست. قلبی میتونه معجزه کنه که هیچ گیر و گرفتی توش نباشه. قلبی که اونجوری اون باز شده باشه، هر چی بخواد میشه.